امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با هیئت دسته منتخب تاجیکستان که در 19مین بازی‌های آسیایی اشتراک می‌کنند واخوری انجام دادند. در واخوری در برابر ورزشکاران رهبریت کمیته ملی المپی تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش، فدراسیون‌های ورزشی و مربیان شرکت نمودند. یادآور می‌شویم که بازی‌های آسیایی از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر خنجای جمهوری مردمی چین دایر گردیده، در آن ورزشکاران 45 کشور قاره آسیا شرکت می‌کنند. منتخب تاجیکستان در هیئت 118 ورزشکار در 19 نوع ورزش برآمد خواهد کرد. ضمن سخنرانی خود رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ابراز نمودند که ورزش یکی از وسیله‌های پیوندگر خلق و ملت‌ها بوده، در شرایط امروزه جهانی شوی آن همچون جزء مهم نظام ارزش‌های فرهنگی خلق و ملت‌ها برآمد می‌نماید و کشورهای جهان توسط برگزاری چهاربینی‌های گوناگون بهر معرفی رکن‌های فرهنگی خود و حفظ منفعت‌های ملیشان تلاش می‌ورزند. پیشوای ملت از روز اول صاحب استقلالی ساحه ورزش را تحت توجه و غمخواری بواسطه قرار دادند. ورزشکاران تاجیک دوام 6 سال اخیر در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی شرکت ورزیده سزاوار 33538 مدال گردیدند که از این شماره 12654 عددش را مدال طلا تشکیل می‌دهد. همزمان در سطح مسابقه‌های بین المللی 6450 مراتبه پرچم دولتی پرافشان و 2000 مراتبه سرود ملی صدا داده است که باعث افتخار ملت تاجیک می باشد. لازم به تاکید است که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ورزشکارانی که در بازی‌های آسیایی خنجر نشانی طلا می‌گیرند 150,000 سامانی، برندگان نشان نقره 100,000 سامانی و صاحبان نشان برنجی 50,000 سامانی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داده می‌شود. سال‌های اخیر با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در برابر فراهم آوردن شرایط مناسب به ورزشکاران اینچنین قبل از سفر آنها به مسابقه‌های بزرگ چنین ملاقات‌های سودمند و معرفی لباس‌های رسمی صورت می‌گیرد. این مراتب نیز با تشبث رهبریت عالی کشور لباس و لوازمات ورزشی با رنگ‌های پرچم دولتی آرایفته آماده گردیده با ورزشکاران تقدیم کرده شدند. با تکیه به سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت بهر دستگیری ورزشکاران در مسابقه بالاذکر قرار داخلدار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسید که طبق آن به گیرندگان مدال طلا خانه 3 حجره‌دار، مدال نقره 2 حجره‌دار و مدال برنجی خانه 1 حجره‌دار تقدیم می‌گردد. در بازی‌های آسیایی نوبتی پرچمبردار منتخب تاجیکستان جداکار رقم 1 سنگین وزن‌های جهان پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف انتخاب شد. او از نام کلی هیئت اشتراکچیان برآمد نموده با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت دستگیری پیوسته و همه‌جانبه‌شان منتداری و سپاسمندی همه ورزشکاران را رسانید و ابراز نمود که ورزشکاران اشتراکچی برای این بازی‌ها آمادگی خیلی خوب دیدند و تلاش می‌نمایند که زینه‌های افتخاری را صاحب گردند و پرچم تاجیکستان عزیز را بلند بردارند. همزمان سرجایزه‌دارترین ورزشکار در تاریخ اشتراک ورزشکاران تاجیک در بازی‌های آسیایی و قهرمان بازی‌های المپی ریو د ژانیرو 2016 دلشاد نظرов ذکر کرد که شرط و شرایط تمرین و دستگیری ورزشکاران نسبت به سال‌های پیشین به مراتب بهتر شده. آنها جواباً به این کوشش می‌کنند تا خزینه ورزشی کشور را با مدال‌ها از بازی‌های آسیایی پر کنند. در فرجام چهاربینی گسیل ورزشکاران تاجیک به بازی‌های آسیایی پرچم خوشرنگ دولت را محترم رستم امامعلی به تیمور رحیموف پرچمبردار دسته ورزشکاران تاجیکستان تقدیم نموده با آنها برای مظفریت و کامیابی‌ها را تمنا نمودند.